سلام چطوری میطوری؟ خوبی؟ خوبه. منتظریم که بیان دنبالمون بریم بلیطامون رو بگیریم. بریم یه جای بزرگ. داریم میریم داخل GWK. این مجسمه ترسناکی که اینجا میبینین خیلی اسطوره‌ایه و این آدم با یه زن چینی ازدواج میکنه. نماد مثلا اتحاد چین و اندونزی بوده اون موقع و اینا نمیتونستن بچه دار بشن. واسه همین این پانگوس میره مراقبه میکنه و دعا میکنه که بچه دار شه و توی این مسیر عاشق یه الهه دیگه ای میشه. ولی چون این الهه قبلا ازدواج کرده بوده با قوانین الهی مغایرت داشته و مجازات میشه و به جهان ارواح میره. این خیلی جالب بود. GWK این مجسمه یکی از خدایان هندو به اسم ویشنو. ارتفاع این مجسمه 121 متره که از مجسمه آزادی نیویورک بلندتره. GWK در جنوب بالی در منطقه به اسم جینباران قرار گرفته. داخل اینجا موزه، گالری، آمفی‌تئاتر و کافه و رستوران هم هست. این مجسمه های کل دنیا رو داره مقایسه میکنه با GWK. اولین مجسمه فکر کنم مال فرانسه است. The Motherland Call 87 متر. مجسمه آزادی آمریکا 1886 93 متر و این هنوز بلندتره. این اوشیکو دایبوتسو مال ژاپن 120 متر. تقریبا یه ذره این بلندتره، 1 متر اینا بلندتره. اینم که دفعه قبلی اشتباه گفتم خود اینجاست، مال اندونزیه، یعنی خود GWK 122 متر. بعدی میانمار لیکون سکیا 129 متر 2018. بعد اینم که اسپرینگ تمپل بوده مال چین خیلی بلندتره، این تقریبا 2 برابر 208 متره و بلندترینش مال هنده ستچو آف یونیتی 240 متر، خیلی بلنده. به خاطر اینکه از این بچه ها فرار کنیم خودمون داریم میریم. این آسانسور رو بزنیم بریم طبقه 23. ببین GWK واقعا توش خیلی چیز خاصی نبود. یه چند تا عکس گرفتیم با مجسمه.
تقریبا هر جا میریم از این بینگیلیا گذاشتن برای برکتشون و برای خداشون در واقع غذا و گل و این چیزا میذارن. هوا گرمه و اینکه واقعا خود این چانگو مارکت خیلی به درد بخور نیست برای خرید. این اودا خیلی باحالن، گیاهیه، مثلا از دارچین و گیاهای مختلف. این فکر کنم دارچین بود. آره میگه دونه 150,000 روپیه ولی الان بعد ازش تخفیف بگیریم میگه. مزه خاصی نداره. اینا رو گفت بسته‌ای، بسته کوچیکشو گفت 450,000 روپیه. خب اومدیم از سوپرمارکت بستنی نارگیلی گرفتیم. من بازش کردم. خیلی خوشمزه است. معروف بستنی های نارگیلی اینجا. از سوپرمارکت ها هم میتونیم بگیرید. اینه قیافش شبیه بستنی یخیه ولی بستنی یخی نیست. جنسش اینه بستنی یخی نیست و شیرینیش هم خیلی کمه. خب توی بیچ واک مالیم، اومدیم که بریم یه رستوران اندونزیایی. گشنه‌ایم خیلی. برم تو کار این اردک کبابی. من تایید میکنم که راست میگن. واقعا خوشمزه است. مزه دارش کرده. درسته؟ خیلی نرمه. بعد اینو مزه دارش کردن. یا حالت ترش و شیرینه. درسته؟ ترش و شیرینه. خب بگین که قیمتش هم چجوری بوده. ببین ما 2 تا نوشیدنی گرفتیم و 2 تا هم غذا با همدیگه شده کلاً 467,000 روپیه. اقامتمون توی هتل جیمباران تموم شد. داریم میریم به سمت سایان توی اوبود. از جیمباران تا سایان 1.5 ساعت 2 ساعت راهه دیگه تا برسیم اونجا. فکر کنم میشه 12:30 1. اوکی.